Текстиль Хаб рождаются не только новые дизайнеры, но и настоящие лидеры. Наша ученица из Афганистана Баришно – яркий тому пример. Еще в процессе обучения она организовала группу афганских беженок, чтобы передать им свои знания и навыки. И у нее это отлично получилось. Она доказала, что даже в самых сложных обстоятельствах можно найти в себе силы помогать другим и строить светлое будущее. Пусть эта история вдохновит каждого из нас. من برشنا عادلش هستم. مدت 15 سال میشه کشور دوست تاجیکستان به حیث گریزه پناهنده زندگی میکنم و در قدم اول یک تشکری خاص از دولت جمهوری تاجیکستان و خصوص از اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که زمینه را مساعد کرده بر تمام افغان‌ها خصوصا به زنای جنگ دیده و زنای رنج‌کشته افغانستان که ما اینجا جای دادن و از ما بسیار پذیرایی خوب میکنن. در اینجا ما میتونیم به اعصاب آرام به فکر آرام میتونیم ما اینجا درس بخوانیم پیشرفت کنیم. به خصوص خودم فعلا مگزن خودکفا هستم از امی کسب امی پاپردوزی و امی دوزندگی ما در کشور تاجیکستان آموختیم و تانستیم که از چیز خودم چندین زنای دیگرم منفیت ببرن از امی کارم. تقریبا 300 الی 400 خانم تاجیک ما تربیه کردیم پاپردوزی و تقریبا یک 70 خانم افغان دوزندگی پاپردوزی را ما آموختیم و همه اونا خودکفا هستن کار میکنن و از این طریق زندگی خودشان را پیش میبرن. بخصوص خودم چون که یک زن تنها بودم مدت 10 سال با 4 فرزندم ما زندگی ما از طریق ازمی فرصا پیش بردم و این تمامش از برکت محترم امام علی رحمان می باشه که ما را در وطنشان پیشواز خوب گرفتن و همین ما بسیار روی خوب میکند بسیار زمینه خوب مساعد کرده تا ما بتون به اعصاب آرام و به فکر خوب اینجا ما درس بخوانیم و یک چیز بیاموزیم. ما از یک گروپ داشتیم ما تمام افغانا گروپ داره مریم خانم مریم در مو گروپ چی کردن پیام موندن که همین قسم یک کورس است که میخواین بخوانن چون که من خودم پاپردوز بودم دوزندگی رو قدر درست نمیفهم آل به حد خوب صحیح یاد گرفتیم دوزندگی را یاد داشتم 50% و آل بیخی 100% ما دوزندگی را یاد گرفتیم و خوش هستم که همین کسب که ما یاد گرفتیم یاد دارم چون یک معلم آموزگار هستم مدت 8 سال میشه ما آموزگار هستم میخوایم به همون طریقه که یاد گرفتیم از که خوبترش به شاگردایم یاد بتم و یا همچنان مثل خودم تربیت کنم و یا پیشرفت کنند در زندگیشان. معلم خوب داشتیم اونجا بهترین معلم بود معلمی ساز بود سابق گفتم ما یاد داشتم 50% 100% نه وقتی که ما در دوزندگی تکستیل رفتم حال ما 100% خود کفا شدیم ما همگیش به قسم همون دیزاینری به قسم همون بگم چی نقطه نازکیش که من نمیفهمیدم تمام نازکیش هم فهمیدم و استاد بهترین استاد داشتیم. زندگی ما بیخی دیگر شد دیگه ما گفتم خب بسیار چیزا رو میاد چیزی که نمیفهمم زیاد یاد گرفتم فهمیدم. زندگی ما بسیار به حالت خوب میبینم به فعلا من میخوایم یک ارتیل از شخصی از خودم داشته باشم شخصی باشه باید است حال ما کار میکنم مثلا اینجا درس میتونم میرم در اونجا درس میخوانم یا چی چون که من دو کسب دارم دو بهترین کسب که مثلا پاپردوزی کسب است که اولین دفعه که من اینجا آمدم من خواستم که پاپر به خاطر از این من انتخاب کردم دیدم که در اینجا تمام مردم شمی کسبشان است همی در تویایشان رقاصه هایشان در محفلایشان کودکان نوروز عروسا همگی فقط از این پاپر استفاده میکنن. ما امیره تصمیم گرفتم که باید امیره یاد بگیرم و ما امیره بیاموزم معلم از امیر باشم آموزش بتن دیگه کسا ما ایره ما در صدبرگ پیش یک خانه به نام موجوده بهترین استاد 40 سال اونا امی آموزگار چی بودن پاپردوز همونجا رفتم پیش از یاد گرفتم و امی کسب کردم ما میخوایم که از خود داشته باشم امی
سیخ دوزندگی شخصی از خودم داشته باشم که هم پاپردوزی کنیم دیزاین بتیم. ما میخوایم که حالا که ما دیزاینری را خواندیم دوزندگی را خیلی نام خدا شاگردای افغانای ما استعدادهای زیاد دارن. دختر افغان به حد استعداد زیاد دارن. میخوام که میکس کنم افغانی و تاجیکی را، دختر تاجیکی و افغانی، افغانی و تاجیکی را میکس کنم، امیرا یک дизайн از پیش افغانا بسازیم. В Текстиль Хаб есть много историй успеха, и одна из самых запоминающихся – история нашей талантливой ученицы Баришно. Мы не просто учим шить, мы помогаем нашим студенткам раскрыть свой потенциал, создавать качественную продукцию и строить новую жизнь. یک قصه تقصیر چی میشه؟ اندازه میشه از بسیار بالا میره این کم میشه. اینجا میشه